به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و تندرست باشید، پر از آرامش. بسیار خوش آمدید به احتمالاً 11مین قسمت از این تیت چقدر درسته. امیدوارم که ما رو تا پایان همراهی بکنید. در دقایق پیش رو با همراهی و همکاری همکار عزیزم سرکار خانم زمانی طبق روال گذشته قرار این تیت چقدر درسته رو ببریم جلو و خیلی خوشحالم که این فرصت دوباره فراهم شد. در اینستاگرام لایو هفته گذشته رو من به دلیل مشغله زیاد و اتفاقاتی که حالا افتاد یه ذره درگیری هم زیاد شد و نتونستم اصلا، و آخر سالم هست، نتونستم که تدوینش کنم بذارمش روی یوتیوب و دوستانی که از یوتیوب هم میبینم، ولی قول میدم اون رو هم اوکی کنم بذارم، حالا ایراد نداره دیگه. و سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همتون خوب باشه، شما هم ما رو همراهی کنید، البته به صورت این زنده است، اون میشه مرده. خانم سوانی شما هم سلام علیک بکنید. میشه ضبط شده. ضبط شده. منم سلام میکنم خدمت همه مخاطبای عزیزی که اینجا توی اینستاگرام به صورت زنده ما رو نگاه میکنن و مخاطبایی که توی یوتیوب به صورت ضبط شده ما رو نگاه میکنن. بله درست گفتین آقای کرمی، 11مین برنامه است. هفته پیش 10می بود که اینجا یادمون نوشته رفته بود. بودم بین آره علما اختلاف درست بود که گفت. 10می 9می. آره 10می بود و 11مین برنامه است که ما هستیم در خدمت مخاطبا. خانم زمانی بی حال تشریف دارید، یه ذره انرژی بدید که مخاطبان عزیز ما هم انرژی بگیرن، چه اونایی که در آینده ما رو میبینن مشاهده میکنن و چه دوستان عزیزی که الان در لایو هستند. تعدادشون کمه البته. بله میبینم که آقای نبوتی عزیز و بزرگوار، دوست ارزشمندم هم سلام اینجا میکنیم هستن. آقای سلام و عرض نبوتی. ادب میکنم. فقط البته عمه با من مونده بیاد. آره با صفحه فردا تشریف دارن آقای با دقیقاً واسه همین میگم، گفتم آره میگم آقای نوبتی که دیگه عمتونم که بیاین دیگه، بیان که فکر کنم اومدن آره 4 دیگه. نفر. لایو رو میتونیم شروع بکنیم و انشاءالله اتفاقات خوبی بیفته. خیلی خوب خانم زمانی اگه موافق باشید برای اینکه زودتر هم بله شروع کردیم. حتما. اینم بگم من خانم زمانی به من گفتن که چرا تبلیغات رو نذاشتی، چرا چیز نگفتم. گفتم شاید خیلی تبلیغات رو میذاریم میفهمم موضوع چیه، براشون جذابیت نداره نمیام، ولی تو صفحه من خب دوستان قافلگیرتون عزیزم کنیم. کنجکاون، آره ممکنه فکر کنن که حالا به دلیل دیگه ای لایو گذاشتم بیان یه سری بزنن، بالاخره همین که یه سری بزنن برن هم خیلی ارزشمنده و مهمه. خب بفرمایید خانم زمانی چی آوردید برامون این ما هفته؟ این هفته متفاوت اومدیم. هفته هفته دومی، سوم سوم اسفند. بله بله در خدمت شما. این هفته متفاوت اومدیم، یه مرور خدا کلی بریم رحم روی کنه اخبار متفاوت رفتی تو ماه. واژه‌های اصلا دیگه. و حالا شما گفتید یه دونه حاشیه، ولی متاسفانه چون یه مقداری اخبار حواشی یعنی زیاد داشتیم این هفته که حواشی داشته باشم، من 3 تا حاشیه آوردم و یه خیلی هم دونه هم عالی. حقیقتی ها. سلامت خیلی هم باشید. عالی. حواشی خب بریم سر جذاب وقت. بله حالا من سریع اخبار هفته رو مرور میکنم، بریم سر وقت خواهیم حواشیمون بکنم باز جذاب‌تر. از مخاطبان عزیز خودمون تو اینستاگرام که مجبور شدید روتیت کنید، گوشی رو بچرخونید، چون این بله ما محتوا برای باید به یوتیوب. صورت افقی باشه تو یوتیوب دیگه، ما مجبوریم اینو دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. خب بله خب بفرمایید. اولین خبر در رابطه با خواننده محترم جناب آقای ساسی مانکن هستش که اومده بودن عمان کنسرت بذارن، ولی خب از خیلی هم اونجایی که محترم. خطر، حالا دیگه داریم سعی میکنیم که مثلا بی احترامی نکنیم دیگه، نمیشه چون من یه مقداری سختم بی معمولا احترامی نکنیم، لازم وقتی نیست من اینطوری محترم، حرف لازم میزنم نیست یعنی اینقدر دارم احترام اونطوری بذاریم. حرف میزنم در واقع. این خب داستان رو آره. بعد حالا اومده بودن عمان که کنسرت بذارن، ولی با توجه به اینکه خطر دستگیریشون و استردادشون به ایران وجود داشت کنسرتشون لغو شد و ایشون فرار کردن رفتن همون آمریکا. و خب در نوع خودش خبر جالبی بود. خبر بعدی در رابطه با آقای عباس ایروانی رئیس گروه قطعات اعزام هستش که بعد از 4-5 سال که حالا حکمشون رو داده بودن، هفته گذشته توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدن و به مراجع قضایی تحویل داده شدن که حکم 65 سالشون که برای 2 تا پرونده قضایی بود در واقع اجرایی بشه.
خبر بعدی که هفته پیش هم راجع بهش صحبت کردیم که احتمال کاندید شدن خانم میشل اوباما بود که جای آقای بایدن بیاد روی کار، که مستقیما باز مثل دوره قبل اومد اعلام کردش که نه، من کاندیدا نمیشم و نمیام. خبر خوب بعدی در رابطه با دربی هستش که خب خوشبختانه ما تو این دربی 2 تا داور خانوم داریم که قراره تو اتاق وی ای آر باشن و حالا از اونجا داوری رو انجام بدن که خب در نوع خودش خبر خیلی خوبیه. خبر بعدی در رابطه با مجلس 11 که هفته پیش تو جلسه علنی روز دوشنبه تعداد خیلی زیادی از نماینده ها حضور نداشتن. حالا یه سری حدسا زده میشه برای عدم حضورشون، ولی ما اینجا بیان نمی‌کنیم چون به صورت رسانه‌ای مطرح نشده دلیل حضورشون. ولی اونطور که انتخاب نوشته بود تعداد غایبین 109 نفر بوده، ولی خب کلا 62 تا نماینده رو اسمشون رو اعلام کردن به عنوان غایب. و خبر بعدی هم یاده در جریان هستید که خب مجلس تعطیل بوده از فکر کنم تقریبا 2 هفته قبل از انتخابات، اگه اشتباه نکنم مجلس تعطیل بوده. بله. و به دلیل اصلا فرآیند انتخاباتی و آره. ولی خب بعدش دیگه حالا احتمالاً دوستان خسته بودن دیگه، گفتن یه روز هم استراحت کنیم و نریم سر. خیلی داستانه زیاد بود، ولی حالا به توجه به اینکه به صورت رسانه‌ای و دقیق مطرح نشده بود منم نیاوردمشون اینجا. خبر بعدی هم در رابطه با یکی دیگه از خواننده‌های محترم کشورمونه که همین چند وقت پیش از ترکیه آوردنشون ایران. نخستین اولین دادگاهشون آقای تتلو هفته پیش برگزار شد. حالا باید ببینیم که فرآیند دادگاه بله امیر مقصود. خبر بعدی در رابطه با سوئد که جمعه فکر کنم دیروز بود رسما دیگه به ناتو پیوستش. سوئد بعد از جریان حمله روسیه به اوکراین درخواست پیوستن به ناتو رو داده بود، با توجه به اینکه نزدیک 2 قرن بود که بی‌طرف بود و حالا نیامده بود، این خطر رو احساس کرد که ممکنه حالا روسیه بخواد یه سری کارها و یه سری تحرکات داشته باشه. به خاطر همین بعد از 2 سال درخواستی هم که داد به صورت رسمی به ناتو پیوست. خبر بعدی در رابطه با آقای ترامپ که داره همینطوری حالت‌ها رو پشت جور می‌خونی، یعنی خیلی جذاب. خب بفرمایید. یعنی من خودم یه لحظه جا میمونم الان کی عضو ناتو شد؟ کی عضو ناتو شد؟ سوئد. بله سوئد. خبر بعدی هم در رابطه با پیروزی ترامپ که داره همینطور ایالت‌ها رو پشت سر هم میبره و خانم نیکی هیلی هم که رقیبشون تو حزب جمهوری‌خواه بود. یه چیز جالبی بود در مورد ترامپ. من همین الان برای تست لایو که نگاه می‌کردم تو اون صفحه تسته نگاه کردم دیدم صفحه ترامپ هم بود. حالا اون تو اون صفحه من همه رو فالو دارم که بتونیم حالا اخبارش رو رصد کنیم. نگاه کردم دیدم که خیلی عجیب بود. اصلا یه ویدئویی گذاشته بود تو چیز همش مسخره کرده بود، بوم گذاشته بود، دماغ گذاشته بود برای بایدن، اصلا دماغ مثلا پینوکیو. میخوام بگم مثلا حالا این هم مونده تا آبان سال آینده، حالا اگه اشتباه نکنم انتخابات امریکاه، و بعد با این سبک تبلیغات خیلی بر من عجیبه. یعنی بابا طرف رئیس جمهوره، هنوز رئیس جمهوره، این چه مثلا چیکار دارن میکنن؟ نمیفهممشون. خلاصه این دوستان امریکایی عجیب غریب. خلاصه به حال جالب بود برای خودم. یه دفعه اینجا گفتی تو ذهنم اومد، گفتم اینم بگم، جالبه که کار عجیب غریب زیاد. خب بله. و حالا میگم خانم نیکی هیلی هم انصراف دادن تو حزبشون که حالا رقیبشون بود. بایدن هم اخیراً اومده گفته اگر ترامپ بچه خوبی باشه باش مناظره میذارم، اگر بخواد همینطوری همین رفتارای زشتش رو ادامه بده مناظره باش نمیذاره. بایدن چون معمولا از 2 تا حزب با هم دیگه میان. آره مثل همون مناظره که 2016 که دیگه بایدن پیرمرد رو اصلا قاطی کردن. درست. خبر بعدی هم که خب خیلی خبر تلخی هست که با همه این تفاصیل یا بایدن. حالا بایدن که قطعیه موندگاریش، نه احتمال زیاد داره چون الان اوباما هم شدیداً داره روش مانور میده. اگر اونور بایدن باشه نه آره. نظرم عوض شد. من فکر کردم شاید که بالاخره یکی رو پیدا بکنن. دموکرات‌ها شروع کرده. آخه باراک اوباما شروع کرده داره خیلی رو بایدن، حالا پستای اخیر اینستاگرامشون هم که ببینین خیلی داره روی بایدن مانور میده. به خاطر همین خبر بعدی که خب خبر خیلی تلخی هم هستش. الان نزدیک فکر میکنم 5 ماه
5 ماه یا 6 ماهه که از عملیات طوفان الاقصی میگذره و الان خبر، یعنی پنجشنبه خبر اومدش که نزدیک به 31,000 نفر از فلسطینی ها متاسفانه شهید شدن که خب خیلی هاشون هم زنان و کودکان بودن و همین الان هم توی وضعیت گرسنگی وحشتناکی قرار دارن و عملاً راه روشون بسته شده. و یه خبری هم اومده بود فکر کنم برای امروز بود اگر اشتباه نکنم که آمریکایی‌ها دارن غذا میفرستن با بالگرداشون و غذا رو پرت میکنن رو سرشون. متاسفانه 2-3 تا از بالگردا مثل اینکه باز نشده بوده، محمول هایی که داشتن مینداختن پایین خورده تو سر چند نفرشون و 5 نفرشون توی این جریان هم کشته شدن. شما ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. حداقل مرسان واقعا. آره، این صحبتی که این آقای نخست وزیر داغونشون کرده بود چی بودش که نه گردشگری نه، که گفته بود ما قبول کردیم که ماه مبارک رمضان این فکر کنم قبول کرده بود که برن توی بیت المقدس، یعنی بتونن توی مسجد الاقصی برن. فکر کنم فقط همینو قبول کرده بود برای آتش بس. آره یه سری صحبت‌ها شده، یعنی از طرف آمریکا هم داره، یه سری بایدن هی داره تاکید میکنه که ماه رمضان آتش بسی صورت بگیره. از اون ورم حالا تندروهای صهیونیسم دارن میگن که نه نباید این اتفاق بیفته و باید کاملا اینا که، یعنی در واقع حرف عجیبی هم دارن میزنن ولی حرفشون هم درسته، واقعیته. این نسلی که الان واقعا دارن جلوی چشم ما میکشن، اگر یه دونشون زنده بمونه قطعا میاد انتقام میگیره. اینا از ترسشون دارن این کار رو میکنن. دقیقاً دارن نیروهای حالا من اسمش رو نمیتونم بیارم، ممکنه اینستاگرام واسه که نیروهای مقاومت رو دارن تعدادش رو با این حملاتی که انجام میدن روز به روز بیشتر میکنن. این به همین شکل. امیدوارم که هرچه زودتر این شرایط بد جنگی برای مردم مظلوم فلسطین پایان پیدا بکنه و آتش بس دائمی اعلام بشه تا انشاءالله شرایط به شرایط نرمال برگرده و یه اتفاقی هم بیفته و این نمیدونم، حالا امیدوارم هرچه زودتر این شرایط نرمالی بشه برای مردم ستم دیده و رنج کشیده فلسطین. هرچه زودتر بتونن، به هر حال خیلی خیلی شرایط سختیه، هیچ گونه دسترسی هم ظاهرا نیست برای اینکه کمکی، حالا به هر حال شما هر نقطه‌ای از دنیا اگر جنگ اتفاق بیفته فرصت این که کمک‌های مردمی برسه به جنگ زده ها، حالا تو هر دو طرفه، منظورم جنگ اسرائیل و فلسطین نیست، منظورم این که تو هر جنگی دو طرف که آسیب دیدن ممکنه به هر حال کمکی بهشون برسه، ولی متاسفانه این فرصت برای فلسطین وجود و نوار غزه وجود نداره. امیدوارم که هرچه زودتر، هرچه سریعتر از صحنه روزگار پاک بشن این موجودات خبیث و فلسطینی ها و حتی یهودی هایی که میخوان زندگی کنن طبیعی، به صورت طبیعی زندگی بکنن، بتونن این اتفاق بیفته و شر صهیونیست از جهان کنده بشه. انشاءالله این اتفاق هم خواهد افتاد به زودی. خب میفهمیدید؟ بله. خبر آخرم در رابطه با اسنپ بودش که خب ما این چند هفته اخیر سازمان تعزیرات خیلی راجع به این گزینه عجله دارم تاکسی اینترنتی صحبت کرده بود، گفته بود این مصداق گران فروشیه و باید حذف بشه، که اسنپ پنجشنبه این رو حذف کرد و حالا اون تاکیدشون رو همه تاکسی اینترنتی بود، ولی خب اسنپ حذفش کرد و گفتش که ولی ما ثابت می‌کنیم که این گزینه کاربردیه. توی بیانیه‌ای که حالا بعدش اومد داد، من تپسی رو امروز داشتم تپسی میگرفتم حذف نکرده ولی گزینه نظرسنجی اضافه گزینه نظرسنجی اضافه کرده بود که اون که هوشمندیشونه، ولی تپسی چون یه گزینه اضافه تر داره دیگه، عجله ندارم هم چون داره بله دقیقاً یه 10 دقیقه مثلا اگر می‌خوایم میشه مصداق. اینا هوشمندن دیگه، بچهای دیگه گلرنگ هم بچهای شریفی ان و آره دیگه دقیقاً الان گلرنگ شریف همشون مدیریت فروش و اینجور داستانای چیزی دارن. ما تنم چی میگن، صابون این شریفی ها به تن ما خورده یه جاهایی، اصلا یه سری فرمولا میشینه یه کارهایی میکنن. باهوشن دیگه، باهوشن. هرچی بگیم
دقیقاً. خب بریم سر حاشیه ها که 3 تا خبر داریم با حاشیه زیاد که من خیلی خوشحالم الان الان رسیدیم حاشیه به ها این رو بخش. میخوایم بگیم، میشه حاشیه ها رو آخر بگید؟ حقیقت در رو واقع بگم. آره اول حقیقتی ها رو بگید، خب چون حقیقت حاشیه ها رو میگیم بگم. چیز جبا جذاب تره، اینجوری هم که شما میگید باش. همش ما الان داریم فکر میکنیم واه الان چی میخواد بگه زمانی. حالا امیدوارم که خب بریم سر حقیقتی ها. داستان نشه این حاشیه هاتون، آه برای ما حاشیه درست قشنگ نکنید. داستان میشه، قشنگ داستان میشه. خب نه بریم برای سر ما حقیقت. داستان درست نکنید، حالا برای اون داستان بوده که هیچ. بریم خب حقیقت. آقای آیت الله احمد خاتمی، سید احمد خاتمی، نماینده مردم کرمان تو مجلس خبرگان رهبری این هفته گفته بودن که حضور مردم ایران در انتخابات از خیلی کشورهای مدعی دموکراسی بالاتر است و این در حالی است که در این کشورها حضور در انتخابات اجباری است. حالا ما رفتیم یه بررسی کردیم ببینیم که اصلا تو کدوم کشور انتخابات اجباری هست، انتخابات اجباری وجود داره و اینکه تو کدوم کشور هستش و از نظر میزان دموکراسی مثلا به چه صورت هستن. حالا اونایی که خیلی ادعای دموکراسی دارن و لیبرال و از اینجور داستانا، نه واقعا انتخابات اجباری نیست. مثل آمریکا و یه سری از کشورهای اروپایی که خیلی مخصوصا تو این حوزه، مثل فرانسه که خب دیگه مهد دموکراسیه، به این شکل نیست که اجباری باشه. ولی خب یه سری از کشورها من سرچ کردم بر اساس اطلاعاتی که سایت ورد پاپولیشن ریویو و ویکی‌پدیا بهم داد، تو این کشورها انتخابات اجباریه، به این معنا که جریمه در نظر گرفته میشه برای افرادی که مشارکت ندارن تو انتخابات، یا جریمه نقدی. مثلا تو استرالیا $20 جریمه نقدیه مثلا. آره و یا مثلا آره یه استرالیایی در حالا لایممون بعضی از هست، خودش فکتش آره تایید کنه ببینیم آره که میتونیم درست از هست یا نه. خانم کریمی آره. بپرسیم. یا مثلا توی آرژانتین و توی یه سری از کشور از یک مثلا نمیتونن مشاغل دولتی رو داشته باشن افرادی که حالا مثلا مشارکت ندارن تو انتخابات. یا توی یه سری از کشورها مثل اتریش از یه سری حقوق مدنی که مشخص هم نشده بود چی، حالا مثلا دسترسیشون بسته میشه به این حقوق. حالا کشورهایی که میخوام بگم این کشورها بودن. خب اینا کدوم کشورهاست؟ یه سری کشورهاست اسمشون رو بگو. الان میگم آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، قبرس، اکوادور، جزایر فیجی، سنگاپور، تایلند، اوروگوئه. نه بعضیشون هم واقعا البته تو اروپایی نداشتی دیگه. بلژیک داشتیم و اتریش دیگه. بلژیک و اتریش داشتیم. آره نه بلژیک و اتریش شده. ولی میگم مثلا اونایی که یعنی بر اساس صحبت یه چیز دیگه هم وجود داره. ببینید شما این فقیرتیابتون به نظر من یه بخشیش ایراد داره. یعنی این بخش درستش رو انجام دادید، یعنی بر اساس یک مثلا بیان یک موضوعی حقیقتیابی کردید، ولی من میگم یک ارزش افزوده‌ای در محتوا شما باید به این محتوایی که دارید اضافه بکنید. همیشه من در ساده ترین نوع محتوا همیشه گفتم، حالا هم شما در جریان هم بچه‌ها هم دوستانی که منو میشناسن، که بابا مثلا اگر شما یک محتوایی رو از یه نفر دیگه میخوای ادستوری هم بکنی یه چیزی بهش اضافه کن، یعنی یک ارزش افزوده حتی در حد یه ایموجی. خب حالا میخوام بگم شما اینو بررسی کردی، خیلی هم عالی. میخوام بگم که سخت البته، ولی باید ببینیم دلایل این قانون چیه. مثلا در کشور ما واجدین شرایطی که میتونن رأی بدن در انتخابات شرکت بکنن چیز اولوش نسبت 80 خورده میلیون نفر 60 خورده میلیون نفر. خب احتمال من حدس خودمه این کشورهایی که گفتید رو باید ببینیم چقدر واجد شرایط داره، اصلا فرآیند انتخابات در کشور اونا چطوریه، چند وقت یک باره. خب گاهی اوقات تعدد، یعنی عدم مشارکت، گاهی اوقات به دلیل تعدد انتخابات، یعنی اینقدر دموکراسی زیاده همه چی داره فرد دارن هی رای گیری میکنن، چپ میاد راست همه چی داره. مثلا کشور خودمون در ما مجلس خبرگان یا مستقیم یا غیر مستقیم همه دارن مثلا توی حوزه انتخابات بالاخره رای میدن. حالا مشارکت بر مبنای انتخابات وجود دارد و زیاد است. خب حالا میخوام بگم اینا رو هم باید بهش اضافه کنیم. مثلا میگه آقا جمعیتشون اینقدر، واجد شرایطشون اینجوریه، اصلا اینا میتونن رای بدن. مثلا ممکن تو بعضی از این کشورها
مثل کشور ما نباشه بگیم آقا از 18 سالگی طرف میتونه رأی بده. شاید مثلا حتما باید یک مدرک بهشون از تمثیلی خاصی 16 داشته سالگی. باشه. آره خیلی اینا به نظر اینم جالبه. اگر بعداً یه حالا در حد یه مطلبی هم توی این تیترم برید، ما راضییم از شما. بریم سراغ حواشی. تموم شد حقیقتی. الان بالاخره پس حقیقت داشت یا نداشت؟ این جمله رو شما نمیگید در حقیقتی آورد. ببینید عین گزاره‌ای که استفاده شده بود حقیقت نداشت، چون گفته بود کشورهایی که گفته بودن کشورهای نیمه درست استفاده بکنید. نیمه درست، این فرمول درست، نیمه درست و غلط، شما یا گمراه کننده. خب اینا عباراتیه که استفاده میکنن دیگه تو حوزه در واقع حقیقت یابی. این الان جزء کدوم هاست؟ این الان جزء گمراه کننده است. ولی وجود داره یه چیزی در واقع وجود داره، ولی داری جرایمی داره. داری مثلا سوقش میدی. دقیقاً آره وجود داره، یه فکتی هستش، ولی توی اون کشورهایی که ادعای دموکراسی زیاد دارن نه نیست واقعیت. واقعا اونجا مثل کشور ما که جریمه‌ای در نظر گرفته نمیشه، اینطوری هست. خب بریم سر وقت. کشور ما که شام هم میدن، بعضیا دستشون در نکنه، جایزه هم میدن. نه اونجا هم میده، اونجا میده. بودی شما بس؟ بابا گفت جدی شنیدم امشب ترامپ قیمه داده. آره نه همونی که هفته پیش خبرشو گفتم دیگه، کاملا هریس گفته بوده که دانشجوها میان برای انتخابات ثبت نام کنن، پول میدیم بهشون. خب بریم سراغ حواشی اول، یعنی حاشیه اول در رابطه با جناب آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دولت‌های شما. یه کمکی بکنید به من، دولت هفتم و هشتم آقای دکتر احمدی نژاد، 11ام 12ام آقای دکتر روحانی، 13ام هم که جناب آقای رئیس. از سال 1376 تا 1384 رئیس جمهور. حالا من میخوام اینو کش بدم که رئیس جمهورمون بودن و حالا بحث موضوع گفتگوی تمدن ها رو مطرح کردن. یک داستان بعد از اینکه گفتگوی تمدن ها رو مطرح کردن، بوش اومد ما رو محور شرارت خوند. دلش کنیم بریم سر بحث داستان. آقای خاتمی جمعه ساعت 9:30 شب بود که خبرگزاری‌ها خبر دادن که ایشون اومده رأی داد. نیم ساعت قبلش آقای محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، توییت کرده بودن که آقای خاتمی رأی نداد و این خودش مثلا یک نماینده سابق اصلاح طلب دیگه، اصلاح طلب مجلس بود و این یه داستان مثلا یه نگاه جدید داره وارد میشه و یه همچین چیزی رو حالا اومده بودن توییت کرده بودن که خب خیلی موضوع گفتن که نه بابا چی میگین، رأی داده و فلان و اینا. که بعد آقای محمد علی ارفعی اومد و وقتی دیگه ایشون گفتن که رأی نداده، دیگه ما باورمون شد واقعا رأی نداده، چون هر هفته پیششونن و دارن آقای خاتمی پرتقال پوست میکنن، سیب پوست میکنن، شما عکس میگیره ازشون و حالا صحبتایی که کردن رو مینویسه و خب این اتفاق هم باز یعنی یه بار توییت کرد رأی نداده. رئیس پرتقال پوست کرد. عکس پای خودم. آره که کلام داره دیگه، خوشمزه با مزه میگه خوشمزه، عکس بای خودم، به مولا حالا از اینجا من سلامم بکنم منظر آقای محمد علی ارفعی عزیز و بزرگوار. انشاءالله که نمایشگاه هم دیدیمشون مجدد، باعث خرسندی من که یه گفتگوی بسیار خوبی توی این تیتر باشون انجام دادیم. براشون آرزوی سلامتی میکنم و یک اتفاق خیلی، حالا اینو بگید، من حتما این اتفاق جالبی هم که توی صفحه‌شون داشتن رو من بگم، خیلی جالب بود به نظر خودم، در نوع خودش شاید بگم کم نظیر و حتی بی‌نظیر. قطع شدید خانم زمان، دارید منو؟ الان منو دارید؟ من الان دارم شما رو دارم. یه لحظه یه کوچولو. خب بریم سر وقت. بله میگم اول توییت زدن که رأی نداده، ما دیگه خیالمون راحت شد، خب اوکی رأی نداده، خبرگزاری‌ها این خبر رو اشتباه زدن. و بعد 2 شب بعدش بود که اومدن همون عکس پرتقال پوست کندن و اینا رو گذاشتن و یه متنی نوشتن از قول آقای خاتمی و علت اینکه
دلایلش شرکت که نکرد نبود، در دلایل انتخابات. آقای خاتمی رو آره به نقل از خودشون، در واقع برداشت خود، بله. من فکر کنم آقای علم‌طایی نه معمولا عیناً همین خودشون جمله سید محمد خاتمی گفت در یک نظام مردم سالار انتخابات بسیار مهم است، در صورتی که حد نصاب ضابطه و میدونم، معیارهایی یعنی که انتخابات همون را چیزی که انتخابات گفتم یه کنند. ارزش آره افزوده‌ای بهش اضافه میکنه آقای دقیقاً. عبدی، همینجوری عام یه چیزی رو نمیده، یعنی بله اون چیزی که رعایت، اما بوده رو یه اکبای وقتی خودم رو اضافه کرده. اکبای خودم. و این بار تصمیم گرفتم اگر نمیتوانم کاری برای مردم بکنم، همراه و همنوا با خیلی ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد راه اصلاح امور است. و حالا متنش موجوده، دوستان میتونن برم بخونن دیگه، من کامل نمیخونم. این که آقای خاتمی مستقیما اومدن اعلام کردن و دلایلشون رو هم گفتن، حالا از زبان رئیس دفترشون، در رئیس دفتر سابقشون البته، در زمان ریاست جمهوری با واکنش‌هایی مواجه شد که مثلا آقای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، فرداش اومدن تو سرمقاله کیهان عملاً به آقای خاتمی گفتن که شما خیانت کردید و گزک دادید دست اسرائیل با این کاری که انجام دادید. و خب از اون برم معاون آقای رئیسی، آقای حسینی، محمد حسینی بکنم اگه اشتباه نکنم، یا دیروز یا وزیر پریروز، سابق آموزش و پرورش دولت آقای احمدی نژاد بودن اگر اشتباه نکنم، یا وزیر فرهنگ و ارشاد بودن، این حالا یادم نیست. همین آقای ولی یه حسینی رو سمتی داشتن. آره همین همین آقای آقای حسینی همین آقای حسینی رو میفرمایید که معاون مسئول پارلمانی، معاون امور مجلسن بله دیگه. بله، معاون خب بله پارلمانی رئیس جمهور. ایشون اگه حالا یادم رفته دقیقاً، ولی میدونم وزیر بودن در دوران آقای احمدی نژاد. بله ایشون هم من گفتم برخی از کسانی که همه اعتبار و حیثیتشون از این نظامه در انتخاب تأخیر کاهلی کردن و گاهی اوقات به گونه‌ای عمل کردن که انگار با تجزیه طلبان و منافقان و سلطنت طلبان خارج از کشور هم نوا هستن. و خب ایسنا هم اومد یا یادداشتی نوشت، یه واکنشی نشون داد که اون در نوع خودش جالب بود. اومد گفتش که اصلا اگر لیست انتخابات رو نگاه می‌کنیم، کسایی که رأی آوردن و اینا رو، اصلا مردم از جریانات اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردن و حالا مثلا 40% بازم، یعنی شما نمیتونید اون 40% نادیده بگیرید، بخشی از مردم بودن که اومدن رأی دادن. و خب یه جورایی اومد یه شخصیتی که مثلا حالا آقای خاتمی یه مقداری، درست نیست این واژه که میخوام استفاده بکنم، ولی خب واقعیت این رو میخواست بگیریم، خواست یه مقداری توهم داره آقای خاتمی در رابطه با موضوع این که همچنان خودش مثلا از اینجا سردسته اصلاحات هستش و مردم خیلی مثلا میتونن بهش اتکا بکنن در این رابطه. حالا من این از این این نکته حاشیه اول. بگم، این حاشیه رو همین نکته رو بگم که حاشیه رو جمع بکنید. نظر خودم میخوام، نظر شخصی و تحلیل خودم رو از این اتفاق بگم. من مثل کاری به جریان خاص سیاسی ندارم، یعنی کاری به جریان اصلاح طلب ندارم، کاری به جریان اصولگرا و حالا اصولگرای نوین و هزار تا چیزی که باز دوباره در خلاهای خلاهای حداد عادل چنار، پاجوش هایی که این چنارا در میاد، به اونها هم کاری ندارم. میخوام یه نکته ای بگم. ببینیم ما زمانی که آقای سید محمد خاتمی به عنوان یک رئیس جمهوری که دو تا 4 سال 8 سال رئیس جمهور ایران بود، خب حالا علیرغم انتقاداتی هم که بسیار هست بهشون و همه دولت ها هم هست، خب حتما خدمات بسیار زیادی هم داشته. میخوام بگم وقتی رأی دادنهای ایشون رو ما خیلی جدی نمیگیریم، چطور میشه یهو موقعی که رأی نمیده اینقدر میایم همه جوره میزنیمش؟ خب آقا وقتی آقای خاتمی رأی داد، چقدر جناح مقابلشون، جناحین مقابلشون، تمام کسایی که حالا خیلی با تفکر آقای خاتمی و تفکر سیستمی که آقای خاتمی توش هست موافق نیستن، چقدر اونها اومدن دست زدن، تشویق کردن، آقا دم آقای خاتمی گرم. تشکر میکنیم که باز شما با اینکه یه سری چیزا رو مثلا با شرایط با نگاه شما همسو نیست، ولی باز هستید. خب بابا وقتی همینه دیگه، وقتی ما یه زد نمیشه، من نمیگم باید این کار انجام بشه ها، نه، ولی وقتی از این ور میایم میگیم آقا توی خانوم آقای فلان فلان از هر جناحی از هر سمتی رأی ندادی، خب رأی دادنت اینقدر مهم نیست، حالا نباید دیگه در مورد رأی ندادنم اینقدر بهش حمله بشه. و فکر میکنم که
یه ذره بی‌انصافیه. البته اینم بگم اون دفعه فکر کنم هفته پیشم تو لایو قبل گفتم مثلا میشد یه قانونی بذاریم مثلا 1 ماه یه سری اصلا هیچ کی حرف نزنه، فقط بریم کار کنیم، مثلا 1 ماه هیچ کی حرف نزنه. بالاخره هر کسی میاد باید حرف بزنه. آره یه چه میدونم ایکس میزنه، چی میگن الان تو توییت نخواهیم بگیم چی میگیم، نمیدونم واقعا میزنه در ایکس یه توییت میزنه و یه چیزی میگه، حالا نگاه شخصیش هم هست قابل احترام قابل تحلیل، ولی یه ذره باید دقت کنیم دیگه. وقتی ما من نوعی وقتی یک مسئولیتی در یک جایگاهی دارم، حرفی که میزنم اون حرفه فقط به شخص من بر نمیگرده، به هر حال به جناح هم به سم اصلا من نوعی فکر کنم مثلا یه حرفی میزنم یه رفتاری میزنم به کرمی ها ممکنه بر بخوره. کرمی ها میگن خب این مثلا فامیلمونه دیگه، این چرا این کارو کردی، چه رفتاریه دیگه، چه برسه در یه جایگاه بالا. خب به نظرم خیلی مهمه اگه قراره تخریب بکنیم تشویقم بکنیم، یعنی یه طرفه نریم. البته که به نظر من با اینکه اجباری هم وجود نداره و اختیاریه، مشارکت جزو وظایف ماست و یک فرصتی که در اختیار همه قرار گرفته شده که اونم که انتخاب دموکراسی کرده، اون کسی هم که نمیاد رای، اونم حق انتخاب داره، تو انتخاب میکنی که رای ندی، اینم در نوع خودش یک جنبه از این قضیه هم. حالا اگه بیایم توی زمین آقای خاتمی هم بخوایم تحلیل بکنیم، رفتار آقای خاتمی هم خودش یک رفتار رسانه‌ای بوده. بله. خب و خواسته یه پیامی رو برسونه. آره یه چیزی هم بگم، حالا تو گفتگو با آقای ابطحی مطرح شد، آقای ابطحی گفت بابا اصلا جوانای این دور زمانه کلا رفتن رد شدن از همه چیه. من میخوام بگم این توی جریان جدید امروز اصلاح طلب رو کمتر میشناسن، یعنی خیلی کمتر میشناسن. چرا؟ چون جریان یعنی آقای خاتمی رو حداقل و طیف طرفدارانشون، چرا؟ چون زمان بسیار زیادی از دوره‌ای که آقای خاتمی حضور داشتن، خصوصا فردی مثل آقای خاتمی که اینقدر مثلا تو جوونا بودن، تو دانشگاه بودن، فکر میکنم رکورددار بیشترین، حالا من بارها گفتم نمیدونم هنوز خودم حقیقتی یابیش نکردم ولی یادم همچین چیزی بود، بیشترین رکورد جلسه با دانشجوها رو داشتن که اصلا خیلی خیلی عدد و رقم خوبیه. در هر حال برای همشون آرزوی سلامتی میکنم. من شخصا به نظرشون احترام میذارم. البته که خب مهمه که آقای خاتمی در جایگاهی که دارند مثل همون افرادی که من همون قدر انتقاد دارم که نباید اون جایگاه مثلا بیانشون، صحبتشون یا رفتارشون جوری باشه که به کل اون طیف برگرده، آقای خاتمی هم به عنوان نفر اول جریان اصلاحات توقع بیشتری ازشون میره و همونطوری که یه دوره‌ای که آقای احمدی نژاد توی ریاست جمهوری رأی ندادن و اعلام کردن، خب طیف طرفداران ایشون هم که هستن، خب به هر حال این تأثیر داره. ما نمیتونیم در جامعه حکمرانی حضور داشته باشیم حالا با هر سمتی. حالا آقای خاتمی که سمتی ندارن ولی به عنوان مدیری، به عنوان صاحب یک حزبی که در واقع هستن، رئیس آقای ابطحی، به نظر من نیازه که من بیشتر از شما حرف زدم، به نظر من نیازه که ما یه مقداری دقتمون رو بیشتر بکنیم که عزیزانی که کم سن و سالتر هستن یا تجربه کمتری دارن، به هر حال این الگوهای سیاسی و رجالی که حالا شناخته شده هستن رو بیشتر بتونن به رفتارشون توجه کنن، الگوی بهتری براشون باشه انشالله. ببخشید من زیاد حرف زدم، می‌خواستم بگم حیفم میومد نگم. واقعیتم اینه که حسن این که از یه جلساتی به بعد من اصلا در جریان این نیستم که شما چی میگید و همون جذابیت رو برای من داره. بداهه یه دفعه اون چیزی که تو ذهنم میاد رو میگم و بله. 37 دقیقه است که اینجا هستیم در مقابل این حاشیه دومی خیلی در مقابل دیدگان شما عزیزانی که الان در لایو اینستاگرام ما هستید در 11مین قسمت از این چقدر درسته و انشاءالله آپلود شدهش رو در یوتیوب صفحه من خواهید دید. بفرمایید خانم زمانی ادامه بدید، در خدمتتون هستم. بریم سراغ حاشیه دوم که حاشیه به نسبت طولانی تریه
که از هفته گذشته شروع شد. آقای حمید رسایی نیومده، باز داره حاشیه آفرینی میکنه، مثل سابق که در مجلس حضور داشتن و هر روز و هر هفته ما از ایشون یه سری خبرها میشنیدیم، الان هم هنوز ورود نکرده این موارد رو. اینم بگم داخل پرانتز، اینم بگم چون اسم آقای رسایی یاد برنامه های مهران مدیری بود. چون اسم آقای رسایی اومد خیلی جالبه. نه یه بخشیش نه ما دعوت کردیم، ما میخواستیم که گفتگوی دوم یکی از گزینه‌های آقای رسایی بود، یعنی مدیر برنامه‌هاشون سایتو بالا پایین کرد 100 بار آیا فلان بیسا. حالا الان من دیدم مثلا رفتن تو تاکسی میشینن مثلا با یه مثلا محتوای خوبیه، نمیخوام بگم محتوای بی‌کیفیتیه، سبک خاص خودشو داره. خب آقای کلهر من خسته نباشید میگم به ایشون و تیمشون و جالب بود. البته خب آقای کلهر تو تیزر این معرفی برنامه هم گفتش بابا این دوستان الان دم انتخابات میتونیم پیداشون بکنیم وگرنه. آره میخوام بگم که خب یه ذره بده دیگه. خب این فرصتی که فراهم نمیشه، اینقدر سختگیری‌های مخصوصا ما به نظر من این تیپ بهترین جاست، یکی از بهترین جاهایی که آدم‌ها میتونن توش، مخصوصا افرادی که چهره‌های مشهور هستن، میتونن گفتگو کنن. انشالله اتفاق هم میفته. ما با واسطه قولی که تو نمایشگاه از خیلی از دوستان گرفتیم، اتفاق به خاطر بستر مستقلی که همچنان حفظ کرده میتونه فضای خوبی باشه برای دوستان. ببخشید باز دور من اومدم میان کلام شما، بفرمایید. سلامت باشین. خب بریم سر وقت اینکه آقای رسایی چی کار کرده. آقای رسایی هفته گذشته همون اول هفته شروع که، یعنی بعد از اینکه نتایج قطعی اومد و اینا، اومدن گفتن که خب ما اومدیم طرح صیانت، طرح حجاب، همه اینا دیگه قطعا تو مجلس 12 اجرایی خواهد شد. اگرم در مجلس گذشته اجرایی نشد، دلیلش هیئت رئیسه و رئیس مجلس بودند که مثلا یک سری حالا اتفاقات افتاد و عملا پاس حذف آقای محمد باقر قالیباف رو از هیئت رئیسه مجلس دادن. و بعد از این جریان خب با واکنش‌های خیلی گسترده‌ای مواجه شدیم از سوی رسانه‌ها، حالا به غیر از افراد که مثلا حالا مشاور خود آقای قالیباف اومد یه سری واکنش‌ها نشون داد، گفت نه این مثلا ترور شخصیتیه، دارن شایستازی میکنن، چیزی نیست و اینا که اصلا کلا به کنار، راجبشون صحبت نمی‌کنیم. میریم سراغ روزنامه جوان. روزنامه جوان یه تیتری زد و نوشت که هم از خطاب به آقای رسایی. رسایی یا رسایی؟ زد که هم از تعهد بی بهره هم از تخصص. مصداق این عینی کیف کشیه؟ کدکشی بود داشتین؟ کیف کشی هم داریم. کدکشی ممیزی بود یادمه. کدکشی رو نه حالا کیف کشی یه سنف هستن. و روابط فامیلی برخی افراد رشد یافته بدون صلاحیت در عرصه سیاست خود اوست. چند بار رد صلاحیت شده، به حاج قاسم هم توهین کرده، ولی توهم ریاست مجلس بعدی را هم دارد. آقای رسایی بعد از اینکه روزنامه جوان همچین انتقاد تندی رو بهشون کردن، اومدن توییت زدن که سپاه در این دوره از انتخابات اجازه سوء استفاده از این نهاد را نداد. یعنی عملا اومدن گفتن تو دوره‌های قبلی سپاه دخالت داشته تو این موضوع. و حالا یه سری موارد توی بحث انتخابات. خب آره. و آخر بالا توییتشون هم نوشته بود که عصبانیت سردبیر روزنامه جوان برایم قابل درک است، چون مثلا حالا سپاه دخالت رو نداشته، اینا عصبی شدن و اینجور داست. بعد ما خبرگزاری فارس رو تصمیم هم داشتیم که خب یه سری واکنشا نشون دادن. مثلا فارس به دنبال رد اعتبارنامه اصلا آقای رسایی بود که بعد خود رسایی اومد واکنش نشون داد که مگر زیر چه میزی زده که برآشفته اید، من خودشو داره میگه، و این رسانه ها از کجا خط میگیرند و مگر وارد چه منطقه‌ای ممنوعه‌ای شده و اگر این طلبه از این ادا و اطفارا میترسد رسایی میشد همچین چیزایی مثلا گفت. حالا من از آخر به اول خوندم، از اول به آخر نخوندم. و خلاصه این موارد رو مطرح کردم. تحریف خانم زمانی. بله این خودش تحریف هوشمند. نه ولی تکنیکاله. تحریف تکنیکال. بله ولی حالا من چون موجودات خطرناکی هستید شما رسانه‌ای ها. خدا.
حالا میرسیم به بحث جنجالی که در واقع باعث شد اصلا معاون سیاسی صدا سیما بابتش برکنار بشه. موضوع این بودش که آقای رسایی توی گفتگوی ویژه خبری شرکت کرده بودن و خب خیلی جنجال اون برنامه آفریده بود و اینا، که رسما اسم آقای محمد باقر قالیباف آورده بودن تو اون برنامه. و امروز که معاون سیاسی برکنار شد و جاش آقای صاحب اومد اگه اشتباه نکنم، و البته فکر میکنم آقای چیز هم یه سمت مشاور رئیس سازمان رو گرفت، یعنی اینطوری نبود که کامل مثلا کنار زده بشه، یه سمت بهشون دادن ولی از معاون سیاسی برکنارشون کردن. سردبیر خبرگزاری مجلس راجع به اون برنامه‌ای که پنجشنبه بود اگه اشتباه نکنم برگزار شده بود، گفتن که خود آقای خدابخشی یعنی معاون سیاسی توی اتاق رژی بوده و کاملا داشته خط میداده به مجری که چی بگه. حالا اینو سردبیر خبرگزاری مجلس آقای محمد اعکاف یا اعکاف، منبع انتخاب. منبع تو نشتی داره خانم. خب حالا این احتمالا توییت بوده که انتخاب، احترام به انتخاب که خب خیلی نه این احتمالا خیلی این یه ذره چیز دیگه، یه چیزی به این حساسی نمیتونی منبعشو بگی انتخابه. نه همونطوری که از اون برم خیلی حساسه فارس نه، ولی تصمیمو نمیشد. آقای کرمی در واقع توییت بوده در واقع که انتخاب چون نوشته نوشت. ازم عذرخواهی کن. نه عذرخواهی چون توییت بوده، حالا من تو انتخاب خوندم این توییت رو. و خب همین دیگه، حالا این جنگ و دعوا همچنان ادامه داره بین رسانه ها و آقای رسایی چقدر میامن. و حالا باید ببینیم که قراره به کجا برسه دیگه. آقای قالیباف کم میاره در مقابل آقای رسایی یا نه؟ نبرد این میدان پیروز این میدان میشود. خیلی عالی. حالا چون دوباره صحبت از آقای قالیباف و ریاستشون در مجلس شد، من این باز فرصت شد، یعنی میخواستم اینو گفتم خب شاید نگمش اصلا، ولی ظاهرا قسمته که من بگمش. آقای عبدی یه توییتی زده بود که آقا اینقدر، حالا به قول شما نقل به مضمون میکنم من نه عیناً میگم، که آقا مثلا اینقدر درگیر نباشید، آقای قالیباف رئیس مجلس میشود، حالا این شما بگید این و خیلی هم درست گفته. یعنی به نظر من جایگاه ریاست مجلس، بارها گفتم من حالا توی صحبت‌های مختلف توی جلسات مختلف، که اصلا همینجوری نیست. یعنی اینجوری نیستش که یه نفره همینجوری فقط به نمیگم رأی نمایندگان مجلس اثر نداره، ولی انتخاب رئیس یکی از قوه‌های مهم، یکی از 3 قوه مهم، قوه مقننه و ریاست مجلس، بالاخره یه چیز کوچولویی نیست. یعنی که به همینجوری شرطی پرتی یکی نمیتونه بشه رئیس مجلس. و این گمان زنیش هم به نظر من برای از این برم بگم گمان زنیش هم برای آقای رسایی چیز اشتباهی، چون اصلا آقای رسایی فکر نمی کنم کاندید بشه، چون چند تا کاندیدی که انتخاب میشه، کاندیدا به قول آقای نوابدی، کاندیدایی که انتخاب میشن در مجلس برای ریاست مجلس هم باز باید یه سری اتفاقات داشته باشه. مثال خیلی جالبی هم زده بود آقای عبدی، گفته بود آقای عارف اون دوره خیلی بیشتر از آقای لاریجانی رأی آورده بود. اصلا آقای لاریجانی قم بود، ایشون تهران بودن، نماینده تهران بودن، ولی بازم آقای اصلا گزینه مطرح نبودن، حتی گزینه مطرح برای ریاست مجلس نبود. پس این یه نکته. حالا یه چیز جالبی که آقای عبدی روی همین توییتی که زده بود یه مانوری داده بود، یه ویدیو گذاشته بود و من اصلا یه تایم طولانی اصلا چند بار این ویدیو رو دیدم و اصلا غافلگیر شدم. ایشون اومد داستان یک ملاقات غیر منتظری رو با آقای قالیباف تعریف کرد و حالا من اسپویل نمی‌کنم، ولی تهش معلوم شد که اصلا داستان نه نگفتم شد. برید تو پیجشون ببینید، هستش این پسته. حالا امیدوارم که من هر فکر نمی‌کنم برداشته باشه. خیلی جالب بود. من البته تحسین می‌کنم آقای عبدی رو به عنوان یک فردی که بسیار داستان سرایی رو توش حرفه‌ای هستن، خودشون خیلی رسانه‌ای هستن، بلدن جنس تکنولوژی امروز رو بلدن و خیلی من خودم برام جالب بود که اصلا چطور میشه اینقدر جدی همچین روایتی رو اینجوری در واقع تعریف کنه آدم و جذاب بود. در حال میخوام بگم تو این حوزه این نکته جالبی اگه کسی دوست داشت بره ببینه
بد نیست. خب آخری آخری حاشیه هم در رابطه با صحبتی بود که آقای بانکیپور نماینده مردم اصفهان دیروز توی برنامه افق داشت که خب واکنش‌های زیادی هم گرفت این برنامه صحبتش. افق گفتن یعنی که منظورتون به افق فلسطینه؟ نه یه برنامه دیگه شبکه بوده افق. افق. نه یعنی آره تو شبکه افق بوده اشتباه شبکه. گفتم برنامه. خب آره. و اومدن گفتن که افراد بی‌حجاب بعد از عید 3 میلیون تومان جریمه میشن و این به صورت این نیستش که مثلا پلیس بیاد جریمه بنویسه، مستقیما از حسابشون کسر آره میشه. این خیلی در حالی وایرال شده ها. این به نظرم آره فکت در حقیقتی باشم خیلی آخه اصلا مهمه. این در حالیه که هنوز لایه حجاب اصلا بله بله میگم که تبدیل به ولی قانون اینقدر نشده. وایرال شده که آره راننده اسنپ، من امروز داشتم میرفتم، به تاکید میگفتش که دیگه تموم شد آقا، این از بعد از این از حسابا 3 آخه میلیون برداشت دقیقا شده. همینطوری گفتم اومده با آقا اصلا تأکیدم فرض کنید گفته. همین گفتم اصلا فرض کنید که نه، حالا ممکنه یه همچین طرحی وجود داشته باشه، پیشنهادی باشه. آره ممکنه گفتم اولا که در لایحه لایحه اتفاق باشه. اینجا آره خودش 10 بار رفته شورای نگهبان برگشته، یعنی اصلا خودش دقیقاً. داستانش بلده. بعد در قالب یک 200 تا ایراد لایحه داشت. یک طرح باید به تصویب برسه، یک قانون دقیقاً. بشه. خب بعد اصلا فرض کنید که همچین اتفاقی هم بیفته، مثلا شما با ماشین تخلف میکنی، بگن حالا جریمهشو پرداخت میکنی، خودمون برمی‌داریم. اصلا فرایند کسرت حساب بدون اجازه، اصلا دیگه گفتم داداش من آفرین. آخه این شما میگه همین عقلانی فکر کن، سنگ روی سنگ بند نمیشه. دقیقاً. حالا نمیدونم دقیقاً. دیگه اصلا متاسفانه مگه این میشه؟ لایه چون مثلا حجابی فرض کنید چقدر فساد ممکنه به وجود بیاد به این واسطه، دقیقاً. اصلا خدا رحم کنه دیگه. دقیقاً اصلا بحث اینه. ببینین این لایه حجابه اصلا یه داستانی شده، هر کسی میاد یه تزی میده سرش. خب بعد همشون هم اعتقاد دارن که نه این تو لایه هست و قراره مثلا از 2 ماه دیگه اجرایی بشه. یعنی هر نماینده از همون تایمی که این لایه رو استارتش رو زدن ما شاهد این هستیم هر ماه که هر کی میاد یه تزی توش میده و میگه تا 2 ماه دیگه اجرا میشه. بابا هنوز شورای نگهبان تاییدش نکرد، 200 تا ایراد گرفت، بعد برگردون باز دارید میفرستید، باز مطمئن باشید ایراد میگیره. آره آره یادم خودم مثلا حقیقت یابیش کردم، نمیدونم تعداد ایرادش. آفرین به شما که خودت فهمیدی. آره خودم در آوردم تعداد چی بود؟ ایرادش. یه چیزی حالا بودش میگفت بگذاریم. من خودم فارسی عربیشو بلدم، توی من فیلم خودم چیز بود. کتاب قانون بود. خب بعد آقای حمیدرضا علیمی مداح معروف اومدن به این صحبت آقای بانکیپور یه واکنشی نشون دادن که خب واکنش به جایی هم بود. نوشتن که آقای بانکیپور، جوان ایرانی اگر 3 میلیون تو حساب داشت شاید به جای پدرش 1 کیلو گوشت یا مرغ میخرید. شاید شب عیدی برای خواهر یا برادر کوچیکترش چیزی میخرید. شاید برای افطاری و سحری ماه رمضان هزینه میکرد. اول ببین 3 میلیون پول تو حساب داره، بعد از دین خرج کن و مردم رو از اسلام دور کن. این صحبتی بود که آقای علیمی انجام و دیگر تمام حاشیه ها هم تمام شد. و به نظر من شاید اشکال بزرگ در کشور ما این باشه که خیلی دلم میخواد اینو نگم، ولی فکر میکنم اگه نگم دیگه رحیم کرمی نیستم. اشکال بزرگ همینجاست، حالا چه این ور چه اون ور، چه موافق چه مخالف، آدم ها در کشور ما با کمترین آگاهی، کمترین دانش در مورد همه چی نظر میدن و این بسیار آسیب بزرگیه که امیدوارم این یک فکری با حال این قضیه بشه. همون یه ماهی که من گفتم حرف نزنن خیلی درست بشه، که مثلا حالا آقای علیمی بیاد اینقدر با قدرت در مورد اصلا تخصص شما یه چیز دیگه، من نمیگم نباید در مورد اون مشکل در واقع داستان چی بهش علوم انسانی اینه دیگه، هر کسی میتونه نظری بده، ولی اینکه بدون تخصص یا اون فرد بدون آگاهی دقیق بیاد یه اضطرابی ایجاد بکنه، یه جمله‌ای که وایرال بشه و مردم انقدر لهجه زده بشن ازش چیز میکنه دیگه، میگه اوه وای اینا میخوان 3 میلیون هست، نه تو نگران نباش اینا ور نه میگیره. حتی گفته حتی اگه تو حسابم نداشته باشه بدهکار میشه، یعنی همچین چیزی رو هم مطرح منفی میشه. کرده. آره منفی. خدا ایشالا هممون رو به راه راست هدایت بکنه در آستانه
این ماه مبارک رمضان هم هستیم، انشالله انشالله. این اتفاق بیفته و هممون به راه راست الله بشیم. خب تمامه؟ بله تمام شد. خیلی ممنون. 52 دقیقه مثلا اوه اشتباه کردم، گفتم حاشیه ها رو اضافه کنین، شما فقط به حاشیه پرداختین. یک نقد داشته باشم من به کلا جریانی که البته میدونم دلیلش چیه، ولی خب به حال این این خیلی حاشیه شیء ها نیست که شما علاقه‌مندی هاتون رو بپرزید. یعنی حاشیه هاتون هم تو حوزه سیاسی میرید، فقط به چیز میکنید، تمام مطالب تو حوزه سیاسی. یعنی سحر علیزاده، صد رحمت به علی علیزاده. آره، یعنی خدا رحم کنه دیگه. یه ذره مثلا بیشتر در همه حوزه ها بپردازید، خیلی فقط به علاقمندی های خودتون نپردازید. بس شما ممنونم برای زحماتی که میکشید، ممنونم به خاطر اطلاعات خوبی که میدید، جمع آوری میکنید. خداحافظی بفرمایید، من خداحافظی کنم دیگه. بیشتر حالا کسی هم نیست که البته رفتن وقت همه دوستان خسته شدن. ولی خوب بود، خدا رو شکر غافلگیری معلوم بود، آره بی تاثیر نبود، از اقصا نقاط جهان در لایو ما بودن. خب منم خسته نباشید میگم به همه. مرسی که تا الان ما رو تحمل کردین و دیدین. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. خیلی هم عالی، ممنون از شما، متشکرم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، تا پایان بودید، چه اون کسایی که در لایو ما اومدن رفتن، خیلی خیلی ازشون ممنونم، تشکر میکنم ازشون. در خلال صحبت‌های شما هر از گاهی نگاه میکردم، دوستان عزیز و بزرگوار و جذاب خودم اضافه شدن و رفتن. متاسفانه میترسم چون فراموش کنم نام نمیبرم، ولی همه عزیزانی که اومدن ازشون ممنونم، متشکرم. امیدوارم که سالم و تندرست و سلامت باشم و از همه شما عزیزانی که انشاءالله ضبط شده این لایو رو در یوتیوب من هم خواهید دید در آینده. از شما هم ممنونم که 54 دقیقه این وقت دارید اینو گوش میدید، یعنی 54 دقیقه رو گوش کردید. خیلی ازتون سپاسگزارم. امیدوارم که هر چه بیشتر میگذره این برنامه بهتری بشه، اتفاقات بهتری رو رقم بزنه و به آگاهی در جامعه ایران عزیزم کمک بکنه. از همه شما ممنونم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا یک شنبه دیگه، خدا نگهدار.